شخصیت ایمانی با چی جور میشه؟ با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. وقتی که نوبت حزب رسید، بازی آیات قرآن به مغزش کار نمیکنه. نه استاد ببخشید، این آیت ده حزب ما جور نمیخوام، این حدیث والا این حدیث هم ده حزب ما نیست. چرا؟ صحیح رسول الله صلی الله علیه و گفته خو رهبر حزب ما دیگه چیز گفته. بله ما میخوایم نظام اسلام باشه. چه قسم باشه؟ اهمی قسم که حزب ما میگه. حزب تو چی میگه؟ حزب ما میگه که مثلا از طریق دموکراسی، از طریق آرام، از طریق بی خشونت، اما تو خوب بروتکای چنگ، ریشک چپتراش، خوب پتلونک چسب، ما میخوایم که یک نظام اسلامی بسیار